الباب الثاني باب التوبة. وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. ابن عباس و انس بن مالک رضی الله عنهما میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: اگر انسان یک دره پر از طلا داشته باشد دوست دارد که صاحب 2 دره طلا باشد و فقط خاک است که دهان انسان را پر می کند و هر کس توبه نماید الله توبه اش را می پذیرد.